من یه دانشجوام و دوست دارم در کنار درس خوندن یه کسب و کار خوب راه بندازم. راستش چند وقت پیش یه ایده خیلی خوب به ذهنم رسید. اون ایده که راجع به تفریحات دریایی بود خیلی زود میتونست منو پولدار کنه. به همین دلیل من هر کاری که میتونستم انجام دادم. به هر شرکتی که میتونستم سر زدم. اما اون از ایده من خوششون نیومد. به تمام مؤسسه‌های گردشگری شهرمون که میتونستم رفتم و ایده هام رو هر جایی که میشد ارائه دادم. اما بازم هیچ کس از اون استقبال نکرد. ناامید، مایوس و خسته تو خیابونا قدم میزدم که روی دیوار پوستر رو دیدم. دومین رویداد ملی کارآفرینی دریامحور با رویکرد گردشگری. وقت خوبی برای ارسال ایدم داشتم. یه جورایی امیدوار شدم. دوباره دست به کار شدم. اول با همکلاسیام یه گروه تشکیل دادم. بعد وارد سایت رویداد شدم و ثبت نام کردم. چند روز بعد با گروهی که تشکیل دادم توی کارگاه آموزشی شرکت کردم. روز رویداد ایده‌ام رو اونجا ارائه دادم. همه خوششون اومد، حتی داورا. چند روز بعد با یکی از سرمایه‌گذارا که توی رویداد شرکت کرده بود قرار ملاقات گذاشتم. قرارداد نوشتم. همگروهیامم اومدن و کمکم کردن. راستشو بخواین باورم نمیشه. من موفق شدم.